بسم الله الرحمن الرحیم. سلام دوستان، انشاءالله که جور صحتمند باشین. خوش آمدین به چاینل بنده، چاینل آرش نجیبی. یک نام بسیار زیبا، آرش نجیبی. امروز میخواییم برای شما یک درفند، یک روش بسیار بسیار عالی برای ازدیادی سکه های همیستر کمباد نشان میتون که شما هر چقدر که میتونین، هر چقدر که دلتان است، میتونید سکه حتی در یک ساعت میتونید 40 میلیون تا 50 میلیون رو بستگی به خودتان داره. اینه من روی گزینه پلی میزنم. این روی تون فشار میتین. روی تون وقتی فشار دادین یک گزینه میآید دستتان خطا نتین. دستتان خطا نتین. میفهمین جا چی میآمد. تعداد ساعت برای شما سکه میتونه. دستتان خطا نتین. میتوانین روی صفحه موبایل از یک کمک دستتان بالا کنین. روی گزینه تانکیو بزنین. باز دوباره دیگه دستتان وقتی روی گزینه تانکیو زدین یک بار برای 2 ثانیه بالا کنین. روی گزینه تانکیو بزنین و دوباره پس دست خود بگیرین روی صفحه تلفن که تونه که شما فشار دادین شبیه انتقال دادن یک چیز است. نه وقتی شما یک چیز انتقال میتین خود نباید دستان از روی صفحه تلفن بالا کنین. اگه بالا کنین خراب میشه. تون ما از اونجا انتقال دادیم. در اینجا گزینه چی آمد؟ تعدادی سکه های شما در هر ساعت میته. برای 2 ثانیه فقط دستان از روی صفحه بال میکنین و گزینه تانکیو رو میزنین. باز پس دستان روی صفحه میگیرین. باز دو دست دیگه تانم یا ناخن دیگه تانم روی صفحه میگیرین و ایتا چی میکنین ببینین. یا بالا پایین میکنین یا به صورت افقی تا هر دو ناخنه چی میکنین، یا فرق نداره یک ناخنه تان یا دو ناخنه دیگه. ببینین ببینین اینت میتونین شما در هر ساعت هر چقدر که بتونین دیگه. یعنی دستانه یا به صورت بالا پایین یا به صورت عمودی قدم تکان میتین میارین. یا به صورت بالا و پایین هم کنین، مشکلی نداره، فقط بستگی به خودتان داره. ببینین بستگی به خودتان داره دیگه، چقدر میزنین، چقدر میخواین بالا پایین کنین. بازم میگم وقتی گزینه تون فشار دادین میشه شبیه از اینکه شما یک چیز انتقال میتین و گزینه تون فشار دادین. بیارین اینجا برای یک لحظه. خوب دست تشکر عالم. دست خدا بالا کردین. دست خدا بالا کنین دیگه چی میشه دیگه. دست خدا بالا کردم. انشالله که ویدیو خوشتان آمده باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نکنین. انشالله جور صحتمند باشین تا ویدیوهای بعدی. خدا یار و نگهدار.